اگر نماز با کراهیت تحریمی ادا شود نماز اکثر اینا یهودا کردن واجب میشود میفهمید تحریمش اینطوری معنا داره برایش تحریمی گفتن حرام نگفتن برای که حکم حرام فقط شارع حق اعلام کردن داره از پیش خود هیچ که حرام گفتن نمیتونه خدا و پیغمبر حلال حرام تعیین میکنن اندسی اگه این خونه سوتای تماکو دا بیوی تماکو اصلا مال این سرزمین ها نیسته بچه ها اونی همین بگم حضرت و بند کارندش لعنت و فلان و بیسمدان و همین تماکو فقط در قطعه امریکا میشیده است رنگ جواری مکه رنگ کرتشکا او هم یه راه جا آوردن قطعه امریکا را کریستوفر کلمب سال 1492 کشف کرده است او بیچاره را خیال کرد که هندوستان رفتم نفهمید که قطعه دیگر را کشف کرده است برای چی امریکاش گفتن برای که بعد از کلمب یک شخص به نام امریگو وسپوچی اثبات کرد که نه این کلمب یک قطعه نو کشف کرده این هندوستان است به نام اما امریگو وسپوچی را گرفتن امریکا اعلام کردن نه باشه کشفش هم کلمب است انا حتی تصور کنه که بعد سال 1492 همین تماکوی خونه سوتا را آوردن تماکو را توتون میگفتن توتون اول اروپا اومد از اروپا در اسلام الان باری اول در استانبول اومد اسلامبول قطعه اروپا ولی ترکیه یک قسمش اروپا داره خود این همین شهر استانبول در قطعه اروپا داخل میشه یا وقت کنستانتینوپل نام داشت پایتخت امپریای ویزانتیا بود روم شرقی همیشه در زمان سلطان سلیم یک در اومدگی سلطان سلیم یک یوز پدر سلطان سلیمان خلیفه یکم عثمانی سلطان سلیم یک در میان همه سلطانای عثمانی اولین خلیفه است این شخص سال 1517 وقتی که مصر فتح کرد مصر ضبط کرد آخرون خلیفه عباسی مقیم مصر متوکل سیر را یافتند نزدش آوردن بیعت کرده خلافت از عباسی ها و عثمانی ها گذشت برای یکم خلیفهش میگم همیده همین با مجرد که اومدم سلیم یک اعلام کرد مقصد به شیخ الاسلام مراجعت کرد گفتن حرام توتون حرام است ولی کتابی دارالمختار را ببینه امام حسنفی اما آورده است توتون میگه توتون حرام میگه و دلیلش آورده است برای چی حرامش گفتن اولا ضرر داره هر چیزی که در اسلام به انسان ضرر میرسونه حرامه یک قاعده طلایی است در اسلام لا ضرر ولا ضرار ضرر دیدن و ضرر رسوندن به کسی حرامه این همین شیشه خوردنش حرام اصلا بگیرم شیشه در ترکیبش یگان چیزی حرام نداره کم داره اصلا همین کم ریگم طریقتی میکنن لیکن خوردن همین شیشه حرامه برای اون که زیاد میرسونه ممکنه که مثلا معده را زخمی کنه امکان داره که انسان هلاک کنه چرا زیان ضررش نه همین خاطر حرام ای را خوردنش گفتن همین تماکو را مادام که به انسان ضرر میرسونه حرام ای دلیل دیگه اسراف مال ای خداوند گفته است لا تسرفوا اسراف کاری نکنید چیزی که سیرت نکنه نپوشاند این خونه سوخته فقط همین صرف مال ای ولی یک سیگارت کشی هست که نوشیدنش هم قپولی که در سیگاری صرف میکنه در شکمش صرف نمیکنه در شکم فرزندش صرف نمیکنه دلیل سیم بدبو ای بوی بد داره حضرت صلی الله علیه و سلم شخصایی را که چسناک و پیاز میخوردن از داخل شدن مسجد منع کردگی من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا ولیعتزل مسجدنا ولیقعد فی بیتی حضرت میگه کسی سیر یا پیاز میخوره پیازی خواه از ما دور باشه از مسجد من دور باشه در خونش بشینه یه بچه سیر و پیاز یا نعمت خدا این را اگر نخری یا کسلایی هسته که بود دندونات همه سینگه میشه همه دندونات میریزه در جوهی هسته که قیمتی همه چی را بالاتر وقتی همه را به خاطر بوش در اسلام حضرت منع کرده است خدا بگیره این تماکو را که از برای خدا پشه در برای تماکو نمیشینه اهمیت داده این پشه فقط در برای گفت میشینه در برای تماکو نمیشینه خیلی همه را مقصد استفاده میبرن و نهایت دلیل چهارم باشه
میگه که اولو الامر حرام شده است. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اولو الامر سلطان خلیفه مسلمانان حرام شده است. آخه دعوا در اطرافش بسیار است. خدا رحمتش کنه ابن عابدین شامی را در رد المختار همین تماکو کشا را پشتیگیری کرده که کم کم دیدم در شبه را کرده خدای نکرده دیگه سیگاری کش نباشد. مکروه طبعی مکروه شرعی نیست گفتم این طریقه با زیان و ضررش میگه و افروسی اتنسیتی میه یکی رو در زیان داره یکی رو در فایده داره رنگی هم گفت پوش تعلیم واری آخی این گفت خدا رو باشتی این به عقل طوری نمیگه. خب تماکو ده نو بود وقتی که همون اومد تماکو را دخیل استفاده کوری تیلی بود دود میتنکو ایره همه این دیسو میکشیدن ترک هم ایره میکردن بعد یو خطه یک نمون دیگه شب تماکو را میدن میکردن دبنیوشو فخ میکردن فخ میکشیدن همین ده نمود مشهور به تماکو کوری تیلی و نیو خطه بید تا عصری نزداره تماکو همین ده نمود اومدن ولی کینوهای بروسی را ببینه هم دعوای پوچهایی را نشان میتن که کیسه دارن مخصوص یک تبکر کوچ کیسه دارن ایدروش کم تلق میگیره در بودیش پر میگیره و اقصا میزنه و هم کشم میگیره. سالی 1862 روسیه یک قسمی بگیم همین امارت بخارا را ضبط کرد گرفت ای جمله سمرقند را گرفت فرغانه را گرفت خوجند را گرفت همین در را ضبط کرد گرفت در فرغانه علاقه این فرغانه اویز شده بود اویزدی فرغانه گوبرنیای ترکستان روسیه پیچوی شده بود اگه مردم خیلی هم اروسو معامله میکردن شیرخیز میکردن مردم فرغانه را خیلی شما همکاری میکردن و دیگر از دیگر یار و رفیق شدن بعد بعضی فرغانه چیون از همون وانیای جورش میرفته است بعد میگفته است که ناس با روسی بنی میشود یعنی هم لعنتی را که در بنی پر میکنی که نیو خطیل دی ای همو بتین ناس با اون میریخته است میدود استش این مردم اینو با فخ سیر نشود و تو نچیشن ایراشو نمیشکنن یو گریفتن هم را در تای زبان پرتوفتن کیو پا کایف نداد با گریفتن ریشه درخت خوشش کردن آهک خوشش کردن میزک خوشش کردن این همیشی که همی ناسی پدنالا ناس و وطنش فرغانه های تا به این روز مکان اساسی ناس فرغانه های بچه این همی ناس فروشه مورا یک بپرسیده ناس شیرش فرغانه بیاید خلطه حتی همون زمانهایی که رای ازبکستان بستگی نبود و کریم همه را او را بسته بود همین را کنترابند کرده به خر به اسبا و تریو میگذروندن خلطه این همین این را میگیرن میشورن آبش میدوزن هم تریو میشورنش و میشود ناس این همین ناس اصلا کلمه روسیه خدا بگیرش بعد همین انا که بعد همون در تای زبان پرتوفتنک شهری فرغانه سر شد ولی در همه مردم همین فرسابون ناس نیست این همین اوز شمیانه در این ناس یک قسمی افغانستان ده همین هم اینجا گذاشتن یک قسمی که مایده که ایران ده دیگه هیچ جدا نیست این پا وطنش همین فرغانه همین که تا این روزه همین فرغانه میونمش خب حکم شکلی ها اینمو سرم گفتیستیم اگه در باره طبق گفتیم که احکام بود لیکن در باره ناس باری اول والله اعلم شاید در همین فتوای دارالعلوم دیوبند که حکم نسوار چیه میگم مکروه تحریمی یعنی دودر حرام حکم سیگار چیه حرام به خاطر هم که سیگار دود دارد دود طعام اهل دوزخ های استعمال دود حرام های انا اگه وقتی که همون دود هم میخورن حرام های اما ناس دود نداره که در تای زمان میپرتویمش ایمی خاطر به خاطر هم که دود نداره گفتن که مکروه هست بده که مکروه تحریمی های دودن حرام به خدا قسم اگر همین ناس و سیگاری در زمان پیغمبر میشه این همه قسم حانیسی خوردیست همین حضرت مطلقی را حرام میگه همین قدر بوی بدش رو میدید او یک پیغمبری زیکر و نازنین اینو داریم طیب و افواهکم فانها طریق القرآن آخی دهناتون تازه و آزاده نگه داره میگه که این راهی برآمدی قرآنه نه همین دهنه به همین سیگاریت ناس آلوده کردی آخی از برای خدا
صلی الله علیه و سلم همین شیر نازنین هم میخورد دهنش مسواک میزد میشست. سوالش کردن گفت این له دسم، شیر دسم داره، روغن داره، شیر ژیر داره کده ترکیبش. او صدقه شیر بشه هم خبوی خوشی پریاد نداره که رنگ یا دهن کودک شیرمک بو میکنم تری اخلی. لیکن ببینه حضرت با درجه سیکه و نازک بود که هم شیر هم میخورد دهنش هم میشست. اصلا حضرت بسیار دوست می‌داشته است. همین بیبی زینب مادر زینب بنت جحش برادرش یه روز میگه عسلش میاره. عبیدالله بن جحش ماشاءالله علم در یک کوزه عسلش میاره. یه حضرت درک داشت که در خونه بیبی زینب عسل هر سحر میاد اومده است میخوردش یا میخوره. مادرای دیگه اونا رشک شدن. بیبی عایشه رضی الله تعالی عنها به بیبی حفصه مراجعت کرد که همه حضرت که اومد من میگم که دهنت بو میکنم، بوی سمک، بوی شریش، درخت دیده سمک داره شریش داره، هم درخت خرمارم هم داری شریش داره. ما مایدعک بودیم کلی کم بود، اگه جای سوپر کلی خوک بالا بود اونا هم شریش هم میگرفتیم، بعد ورقو را کلی میکردیم و فرفرک میکردیم کلیش میکردیم. همون یا بوها داره همون شریش همیه داره باشه. و حضرت میگه نازی بیبی عایشه اومد، بیبی عایشه گفت چه خودی دهنت بوی شریش میکنم؟ گفت بخدا قسم ما فقط اصل خوردن. نازی بیبی حفصه اومد وقتی این تصدیقش کرد گفت واللهی دیگه اصل نمیخورم. این نمی نعمتی الله که آخه این خدای تعالی را وصفش کرده است فیه شفاء للناس میگه در اصل برای مسلمانان برای مردم شفا هست. همین را قسم واللهی خود که نمیخورم. باری سوره تحریم خداوند میگه چرا چیزی را که خداوند برای تو را حلال گردونده تو بر خودت حرام میگردونی. اشاره به این نمیاد. عیب نیست که دعوا کنیم که ما امت محمد صلی الله علیه و سلم هستیم. پیغمبری که حضرت میگه لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل صلاه او عند كل صلاه. اگر بر امت مشقت نمیشید در هر نماز امر میکردم که دندانشون مسواک بزنن. حضرت میگه جبرئیل امین همین قدر در مسئله مسواک سخت گیره که من گمان کردم که شاید همین مسواک زدن فرض شود. آخران عملی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حیات و زندگیش کرده است همین مسواک است. حتی قوت نداشت که همون مسواک بزنه. بیبی عایشه مادر زد همون مسواک به دنداناش خواهید در کرده. دندانای حضرت صلی الله علیه و سلم مسواک زده است. فقط شرم نمیداری آخی از برای خدا در حرکت تحرک پیدا نیست. لیکن دیگه دلیل خطی مسواک کرده نمیشه. آخه با این مردم جاهل هم بود که با دلیل شرعی اثبات نمیشه خونه سوخته میکشن. مشکل در چی؟ با خدا قسم در حرام میبینید در صحن حرام سیگارت کشیده است بعضی ابلهاش. او برای این طریق فتوا گرفته است که در شریعت یگان دلیل نیست که تورات نمیشکنه. ولی هم نسخه‌های خود من بگو که اشکال نداره تورات نمیشکنه. در دور مسجد نو سمه زدم قومت که گفتن دلیل من کمه برداره در تشبیه بگیره در صرفه است. چیزی نیست که به یک قانون ایران گفتش میشه. شخصایی که نوس میکشن یا پاپیروس میکشن مدام که نماز اولش که بس کنم اگر نمیتونم پیش هر نماز طهارت کنم طهارت خونی را نه دندان یا با زبنای پسته یا مسواک تازه کنم نباشه نمازشو با کراهیت ادا میشود. کراهیت تحریمی یگان ثواب حاصل نمیکنه نماز او چه گپی نمی در شریعت بعضی احکام هستن مثل سد ذرایع گرفتن جنایت پیش از واقع شدن جنایت. یا وقت ما استودیم بودیم هم جزیره دا میخوندیم پوسیده بودیم الله علم هم جزیره پوسیده ایما سرشدگه سال 82 همه دیوز صورت فردوسی حق و پیش دنگه